سلام بچه ها، امروز اومدیم با یه آموزش طراحی سفید برف. وقتی میخوایم این چهره رو بکشیم، کلا هر چهره‌ای رو ما اول یه دایره در نظر میگیریم روی چهرهش، ولی تا کجا؟ تا زیر بینی. ما فقط تا زیر بینی رو یه دایره در نظر میگیریم. ما دایرمون رو کشیدیم تا زیر بینی، اوکی. حالا میخوایم صورتمون رو تقسیم بندی کنیم. اولین خط زیر ابرو، دومین خط زیر چشم. خب ما 2 تا خط میکشیم توی این دایره. بچه ها ما یه خط وسط باید توی صورت رسم کنیم. خب این خط وسطمون یعنی باید فکمون رو به 2 نصف تقسیم کنه. فکمون کجاست؟ بله. حالا خودمون قسمت چونه و فک رو به اون دایرمون اضافه میکنیم و وقتی که اضافه کنیم ما یه صورت رو طراحی کردیم. این یه اسکلت صورته. میخوایم همین کاری که روی گوشی انجام دادیم و بیاریم روی کاغذ. دایرمون رو رسم کردیم و خط وسطمونم که قرار فکمون رو به 2 نصف تقسیم کنه رم رسم کردیم. حالا خطوط اول، خط اول گفتیم کجا بود؟ زیر ابرو. خط دوم زیر چشم و بعد فک رو رسم میکنیم. توی اتود زنی قراره کل اجزای صورت رو بیاریم روی کاغذ. بچه ها اتود زنی کلن کار جزئی قرار نیست باشه، قرار نیست 100% رو بیاریم. ما فقط قراره تعیین کنیم که جای دقیق اجزا کجاست. الان چشم رو بخوایم در نظر بگیریم، چشم تو خونه دومه، یه کوچولو از نقطه وسط فاصله داره و بعد چسبیده به گوشه سمت خط بالا. ما باید اینطوری در نظر بگیریم. بچه ها دقیقا مثل جدول مختصات توی ریاضی میمونه، خیلی راحته.
و بعدش میریم برای کشیدن موها و همین. حالا قراره که این طراحی رو روی ناخن و پالت پیاده کنیم. خب بچه ها، همون مختصات بندی روی کاغذ داره میاد روی ناخن، اصلا هم کاری نداره. خب بچه ها، حالا که اتودمون تموم شد و اتودمون رو زدیم، من از رنگ قهوه‌ای استفاده کردم. چرا؟ چون میخوام اتودامو پررنگ کنم و بذارم توی دستگاه خشک تا بمونه برای رنگامیزی. ببینید بچه ها چه پررنگ شد، فقط حواستون باشه خطوطتون نازک باشه. حالا پد استتونی برداشتیم و خطوط مدادیمون رو پاک کردیم. خیلی هم راحت. فقط یادتون باشه که 2 تا 60 ثانیه بذارید توی دستگاه خشک، بعد با استتون پاک کنید، وگرنه که قهوه‌ای پاک میشه. من از رنگ کرم استفاده کردم، البته به کرمم یه مقدار سفید اضافه کردم چون سفید برفیمون خیلی سفیده. بچه ها، قلمتون رو آروم حرکت بدید که به صورت خط در نیاد وقتی میذارید دستگاه. یه رنگامیزی تمیز از آب در بیاد. حالا با استفاده از رنگ قهوه‌ای میریم برای رنگ موهاش. ما داریم یه رنگ کلی میذاریم که بعدش سایه هامون رو روش پیاده کنیم.
بچه‌ها لباس سفید برفی آبیه، ما یه مقدار سفید رو به آبی اضافه میکنیم، یعنی آب کربونی رو مستقیم نمیزنیم، چون وقتی زمینمون تیره بشه دیگه نمیشه سایه های قشنگ در آورد. حالا میریم برای جزئیات کار، یعنی صورت، ابرو، لب و سایه. خب بچه‌ها برای قسمت چشش میخوام عسلی درست کنم. الان این رنگی که دارم برمیدارم و زرد و اضافه کردم، یه کوچولو قهوه اضافه کردم که شده عسلی. پس زمینی چشش رو من عسلی کردم که قراره دوباره روی چشش سایه بیاد. به علت شنیدن صداهای اضافی هم به بزرگی خودتون ببخشید. بچه‌ها من دوباره یه مقدار قهوه‌ای به اون عسلی اولیه اضافه کردم. بله. و یه قسمت گذاشتم بالای چشش که قراره با تاپ کات حالا اینو تبدیل به سایه کنیم و محوش کنیم، چون سایه ها نباید به صورت خطی باشه. حالا از اون گوشه پالتم مشکی و به قهوه‌ای اضافه کردم، چون میخوام قسمت حدقه چششو بکشم. خب بچه ها چرا از مشکی استفاده نکردم؟ چون دوست ندارم رنگم خام باشه، به خاطر همینم مشکی رو به قهوه‌ای اضافه کردم که یه قهوه‌ای سوخته در بیاد. قسمت از بالای چشم که یه حاله صورتی و قرمز میبینید بهش میگن خط کاتکیریس. ما از بالای پلک شروع میکنیم، این خط رو میکشیم، ولی هرچه به سمت پایین و گوشه چشم نزدیک میشیم کم رنگ ترش میکنیم، یعنی با استفاده از تاپ کات اونو محوش میکنیم.
حالا میخوام پینت ژلم رو بردارم و ابرو و خط چش رو موجه بکشم. یه خط چش نازک و جذاب براش میکشیم. بچه ها فقط اگه دستتون بلرزه همه چی خراب شده. سعی کنید انگشت کوچیکه رو پایه قرار بدید. حالا میخوام سایه ها رو شروع کنم. ما از رنگ زمینه برداشتیم. بله، یه مقدار خیلی کوچولو قرمز، یه مقدار خیلی کوچولو زرد و یه مقدار خیلی کوچولو قهوه‌ای اضافه کردیم. اینا رو با هم ترکیب میکنیم تا سایه های صورتش رو بزنیم، تا صورتش از این خامی و سفیدی در بیاد. این رنگ رو با تاپ کات قاطی میکنیم. پس بچه ها زمینه صورتمون هر رنگی بود، یعنی چه سفید پوست بود، چه زرد پوست بود، چه سیاه پوست بود، همونو برمیداریم بهش قرمز اضافه میکنیم، زرد اضافه میکنیم، قهوه اضافه میکنیم توی لایه اول سایه های صورت. لایه های دوم سایه صورت فقط قرمز و قهوه اضافه میکنیم. اینجام که نمیدونستم داشتم چی کار میکردم و اشتباهی داشتم فیلم میگرفتم. میدونید چرا مشکی رو با تاپ کات قاطی کردم؟ چون اون قسمت سفیدی چشو یه حاله مشکی روش بریم بچه‌ها، یه حاله مشکی روش بریم خیلی قشنگ میشه.
حالا خطوط مو رو میذاریم. توی لایه اول خطوط مو رو میذاریم ولی یه دور با تاپ کات فیدش میکنیم. بچه‌ها رنگ زمینه لباسمون بود که با سفید قاطی کردیم، همون آبی کاربونیه رو. حالا داریم آبی کاربونی رو بهش اضافه میکنیم دوباره. چرا؟ چون سایه بزنیم.
1/2 سایه لباسش رو از خود آبی کربونی استفاده کردیم و لایه 3 و آبی کربونی و مشکی. نگاه کنید قشنگ میکشیم قلممون رو که خطوط نازک تحویل بدیم. خب بچه حالا رنگ زمینه رو انتخاب میکنیم. من میخوام رنگ زمینم رو توسی کنم. شما دوست داری صورتی کن، شما دوست داری آبی کن. البته آبی نکنی بهتره چون لباسش آبی. خب بچه ها در اینجا قصه ما به سر رسید و تاپ کات میزنیم و تمام. خسته نباشید. خدافظ.